خب خانوما قصابا که هست دیگه بعد قوچاق باشن دیگه. جمع میکنم دیگه من جمع میکنم که قوچاقه اونو جمع میکنه. اگه گوش ندیم جمع نکنیم چی چاق میشه قوچاق میشه. قدیم که بودی تو سرا لقی نبود، همون تو مندیلا بس پیداده بود، ای تو کورکا مدکی نبودی تو خانو دختی نبود. کاکا که صاحبی همی عروسی هسته همراه ما همکاری کنه، دیگار به نمایش بگذاریم، همراه مردم صحبت کنیم، ببینیم چه سوالی دارن. خانم شما قوما شما نه درسته؟ بله مثل عشق عاشقی هم؟ بله خیلی خوش باش دیگه. اگر احیانا زن شما زنده نمی بود زن میکردم دستی با زن میکردی؟ نه حال اگر زن ندیشتی. راز اینقدر کوکولای زیبا و مقبول چیه؟ یعنی از کدام شامپو استفاده میکنی؟ من حقیقت تو به شما بگم همراهان عزیز سلام و وقت شما بخیر. بنا به درخواست بیننده ها قریه نشین انتخاب کردیم و قراره که از فرهنگ، عنعنات مردم و همچنان اوضاع و احساسات مردم اینجا صحبتی داشته باشیم، به تصویر بکشیم. سلام وقت همه شما بخیر. قربان شما بخیر باشین. ببینین چقدر میمون نوازن. همراه باشین، ما میریم داخل خود قریه نشین و طبقی که معلومات دادن یک عروسی هم اینجا است. اگر بشه ما یک چند تا شات از عروسی و فرهنگ و ببینیم عروسی اینجا چه قسم برگزار میشه. با ما باشین. چندان فاصله از سرک عمومی نداریم و داخل قریه نشین شدیم و چشم ما به یک قصابی خورد و یک فضای کاملا آرامیه. قریه مشهوریه که طبقی که شما آگاهی دارین. ما میخوایم نشین در کل به تصویر بکشیم، بریم ببینیم که مردم اینجا چه سوالی دارن. و در مو گوشه یک کاکای را دیدم که خب محسن هم هستن، یک گلی زردی هم به دستشو گرفته. بریم ببینیم که اینا خاطراتی از نشین دارن. السلام علیکم و رحمت الله. کاکا بشین راحت باشین. خوب هستین؟ سر شما خوب؟ کاکای محترم خوبین؟ کیار هستین؟ بخیر باشین. خوش آمدین برادر. قربان شما بخیر باشین. ما امروز آمدیم به نشین شما. خوش آمدیم خوش آمدیم. قربان شما. اسم شما کاکا جان؟ حاجی عمر. حاجی عمر. حاجی عمر قصاب. بله قصاب. خیلی شما دیگه خیلی مردم میشناسه. چند وقت میشه قصابی داری؟ داره 50 سال میشه. بیلا 50 سال میشه قصابی داری؟ 50 سال میشه قصابی. به همینجا؟ به همین تا 50 ساله. پس شما رو باید بشناسن هر کس. بله هر کس میشناسه در جا که باشه. چطور کاکا خاطراتی دارین از این نشین، از مردم نشین، از قصابی؟ قصه کنین. قصه دیگه قصه ما دیگون هم هستیم. خب کشتکار هم داریم، قصابی هم داریم، از قوم و خویش و همسایه خیلی خوشیم. وقت ما خوشه بگه. خب شکر. خیلی خوب. روزی چند تا گوسفند میکشین داخل از قصابی؟ 2 تا 3 تا 4 تا. مردم میان میخرن؟ بله بله به نشین گوشت گوسفند کیلو چندیه؟ به 3.5 به 3.5 بله خیلی خوب. ما قراره که کل همین نشینه بخیر یک برنامه بسازیم، خودی مردمی و خودی فرهنگی و عنعناتی و همراه شما برای بزرگوارای بشینیم صحبت کنیم. کاکا خوش آمدید. از سن 20 سالگی خو یاد میدین؟ پوره. به کجا بودین به سن 20 سالگی؟ به همی ده بودم سید. به همی ده بودین؟ بله به سن 20 سالگی هم قصابی داشتین؟ نه خب نه. چی کار میکردین اینجا؟ کشتکار میکردیم. کشتکار میکردین؟ بله خیلی خوب. کشتکار داریم، کشتکارم میکردیم. از زندگی خود روزی هست؟ خیلی راضیم. خدا تو راضی میگذارم این زمین و آسمون. خب تو قصر رزین؟ بله اقدار روزی هستم که خیلی نگه. بچه هم دارین؟ بله چند تا؟ 7 تا. 7 تا بچه دارین؟ بله کجا این اونا؟ اونا دیگه یکی به گنج یکی به دیار و هستم دیگه دنبال کشت و کارام هستم. خیلی خوب. بله چند ساله این کوکو؟ یعنی انشالله 2 کم 80 هستم. 80 بله. خیلی خوب. خانم شما زنده؟ بله قوچاقه. خب آدم قوچاقتره. شما قوچاقتره؟ بله خیلی خوب خیلی قوچاقه. خب تفاوت سنی شما
بله آه خب خانوما قصابا که هست دیگه بعد قچاق باشن دیگه جمع میکنم دیگه من جمع میکنم که قچاقه اونا جمع میکنه اگه گوش ندین جمع نکنین چی چاق میشه قچاق میشه خیلی خوب بله. همین کوکو قصابا دیگه هر شب به خانهشو گوشته دیگه نباشه و اگه یک شی نباشه یک شی دیگه همیشه هست همیشه شکر هست سر کردی پر کردی میشه انشالله خیلی خوب بله خیلی خوب کوکو امی اگر ایونان زن شما زنده نمی بود زن میکردم دستی با زن میکردی؟ با نحال اگر زن ندیشتی با وقت اگر زن که ندیشتی زنده نداری خوب بله خیلی خوب به پیری عزیزان روزی هستین؟ خیلی راضی و مقدار همی زمین و آسمان چند سال میشه که عروسی کردی؟ یاری 60 سال 65 سال میشه خیلی خوب بله خیلی خوب کوکو شکر یک خاطره کوکو از دوران نوجوانی 16 17 20 یک خاطره که هیچ وقت فراموش نمیشه داریم خاطره یاری خاطره خوشی یا تلخی همین عمری که ما دیشم طالبم یک دولم بم یک رقم بم یک رقمم شکر و از همین دولی خوب سعی خوش هم هست خیلی خوشم خدا خوشروزیم خیلی به سن 15-16 سالگی به قریه نشین چی بازی میکردین؟ گل بازی بود بجول بازی بود گوشتیگیری بود گوشتیگیرا بود پادونا بود از سر دی از پاشنه دی هم هر روز پیشین به پیشین گوشتیگیری بود شما کدام کار میکردین؟ کدام بازی؟ من سعی میکردم دیگه هیچ کار نمیکردین؟ هیچ کار نمیکردم گل بازی هم نمیکردین؟ گل بازی هم نمیکردم نه گوشتیگیرای خوبی داشته دیگه پس یا خوب نومی بود که هر چی که بگیم خیلی خوب خانه هم به من نزدیکای کوکو خانه من یعنی مینه دیگه هم خانه و هم قصبی خانه و هم قصبی بله قصبی به نام چیه؟ به جمع حاجی عمر دیگه حاجی عمر خیلی خوب امروز از صبح تا حال چند تا گوسفند کشتین؟ 100 تا بکشتیم 100 تا بگو فروختین؟ کمی هست کمی فروخته شده اگه 1 کیلو گوشت ما شما بخرم چند میدین به من؟ به شما بخشش میدم یک انگار که یک چاش دستات شده دست داده کوکو جان کوکوی نشین که هستن تو جوان مردن میگن که تو 1 کیلو گوشت تو بخشش میدم ارزش داره شما ارزش یک گوسفند به جلو رو میکنین گوسفند هم میدم گاهی هم میدم بخیر باشین خداوند کوکو جان به شما صحت و سلامتی بده هرچند صحت و سلامت هم هستین و همیشه میتو خوشحال و سرحال و بنشه باشین هزاران نفر کوکو شما رو اکنون از سر تا سر دنیا میبینه و اگر قرار بزی باشه که شما به سن 80 سالگی با تجارب تلخ و شیرین زندگی که داشتین اگر قرار بزی باشه که به میلیون ها انسان یک پیام را انتقال بدیم یک چیزی رو به زنا بگوین چیه؟ حالا اونا هوش اینا به نکنن 5 وقت نماز خورد بخونم حق و همسایه کلمتر خودتر بشناسم عادی خوبتر چیه دیگه خیلی خوب تشکر کوکو جان که همراه ما مصاحبه کردیم زنده باشین بخیر باشین وقت شما خوش بینندگان عزیز قربان شما کوکو جان تا شو خیلی وقته ما بخیر برنامه خور ثبت بکنیم چاشتم غصابم قربان شما زود میشه بخیر باشین کوکو جان تشکر قربان شما بینندگان عزیز برنامه قریه نشین ادامه داره و ما میریم به سمت مرکزیت قریه و بریم ببینیم که چی فرهنگ و عنعنات و مردم ها و چه کار میکنن بخیر باشین چشم ما به یک دکانای تاریخی خورده جوانان اینجا شیشته در کل کسی که در قریه نشین خاطرات داشته باشه تازه میشه سلام وقت بخیر ساعت خوب شما جور تیراستی بخیری شکر قربان شما از نشینین بله ها چه کار میکنید دکانداری دکان شما نه بله ها مثلا چقدر جالب من خود از لالا سلام نکردم خود از همه شما خوبین تیراستی بخیر باشین چند وقت میشه اینجا دکان دارین حدود 15-16 سال میشه 15-16 سال میشه اینجا دکان دارین بله ها
فقط اردو دکان شما نه؟ بله هر دو دکان او است. دکان چی میفروشین؟ دکان گاز و تیل میفروشیم. گاز و پنچرمینی تیل. هم است. پنچرمینی و این دکان بغلیه. بقیلی 15 سال میشه. 16 سال. خیلی خوب. چه رقم با قریه نشین مردم اخلاق فرهنگ عنعنات چه رقم در کل همه تفاوتی با شهر داره مردمی؟ تفاوت خود داره دیات دیگه چون تا به شهر مردم عالیه. خیلی خوب. بیشتری بازی هایی که بچه ها اینجا انجام میدن چی بازی میکنن؟ فوتبال. فوتبال میکنن؟ بله. خیلی خوش دارن؟ بله خوش. مردم مصروفی چی کاری هن اینجا بیشتر؟ دیغانی. یخونی؟ بله. زمین دارن دیگه. زمین دارن کشاورزی. خیلی خوب. مثلا در خود قریه نشین که هسته فرض مثال سیوشون هرات اگر مثال بدیم اونجا انگور بسیار زیاده نی؟ به نشین چیه؟ به نشین دیگه به نشین هم انگور زیاده. انگور؟ بله باغ دیگه زیادتری. باغه؟ زمین کشاورزی و باغه. بله. باش ما بریم ببینیم دکانای قریه نشین چی تو دکانای ماشاءالله چی یک فضای خوبی آرامی یخ همون تو منظم ها هر چیز دیگه شما اینجا دارید. بله هر چیزی که ضرورت باشه. راستی قیمت ها چی رقمه؟ مثلا فرض مثال قیمت اینجا تا شهر متفاوته یا نه؟ این شکله تفاوت خود داره منتها زیاد نه. کم؟ بله 200 روپی 4 روپی 5 در هر چیز. بله در هر چیز. مثلا یک چیزی مالا فرض مثال بگم نه یک دونه کیکسی 5 روپیه گیر فرض مثال ما بخوایم بگیرم یا فرض مثال 1 کیلو دشلمه نه شیرینی که هستم در شهر بچندیه و اینجا بچند؟ در شهر که هست 1 کیلو دشلمه 54 روپیه اینجا به 60 روپیه. 60 روپیه. بله. عالی واقعا حلاله با شما دیگه. چون دوره خیلی زیاد نی؟ خیلی دوره. بله. روزانه روز چندی به می دکان خود سودا میکنی؟ روز 7000. روزی 7000 سودا میکنی و از 7000 چقدر بهتون میمونه؟ از 7000 خود دقیق معلوم نمیشه که چقدر میمونه. همین تو تقریبا 4 ساعت 3 ساعت 5 ساعت میمونه. هر روز میمونه. بله. خیلی. مشتری ها شما تو مشتری های ثابت شده شناخته شده درسته؟ بله ثابت شده. قرض هم میدین؟ بله قرض هم میدیم. مشتری دارین که خب سه قرض داره؟ بله داریم. یعنی یک مشتری شما تو چند قرض داره است؟ تو 12000. تو 12000 قرض یک مشتری. بله. خیلی خوب. با شما منتظر میباشین که او دیگه بالاخره از یک طریق پیدا کنه قرضش. دیگه. بله. اعتبار هست. بله. خیلی خوب. ممنون. خیلی متشکرم. تشکر. قربان شما بخیر باشین. همراهان عزیز باش که من همراه کاکام یک مسابقه کنم. سلام کاکا جان خوبی؟ چی حال دارین؟ سر شما خوبه؟ از نشینین؟ بله. خیلی خوب کاکا گلی من. چند ساله این؟ 280. دو کم. اصلا می کسانی که به نشین سن میگیرن همه 280. چقدر خاطرات شما داشته باشین نشین نه؟ ما دیگه مردمان قدیمی. مردمان قدیم. بله. به نظر شما فرق مردمان قدیم با ما مردمان جدید چیه کاکا؟ فرق داره؟ بله فرق داره. چی فرق داره؟ قدیم که بودی تو سرا لقی نبود. همون تو مندیلا بس پیداده بود. ای تو کشا مدکی نبودی تو خانو دخته نبود. رخت کرباس بود. خلاص مندیلم تافته کوشم همون چارقا بود. شما از همون جوانا بودید؟ بله. خیلی خوب. آیا دوست دارین که جوانا امروزی از همونو استفاده کنه؟ یا نه یخن بپوشه سر لخ کنه بپوشه؟ به نظری ما نمیشه ای کار. مثلا اگر به نظر شما مثلا هم باشه به نظری ما ای کار انجام نمیگیره. یعنی اگر نظر شما می بود بعد کرباس می پوشیدم؟ اگر دیگه با شما جوانیه دیگه. خب بله. خیلی خوب. ما هم که به جوان بودیم رختا کرباس رنگ میدادیم به رنگ بی ما میگفتیم یعنی بدماشی. از این دوران نوجوانی کاکا مثلا سن 16 17 20 یک خاطره بسیار شیرینی داری؟ بله خیلی خاطره من یک خاطره شیرین خود به ما بگو که ندام میبینه. هم شیرین این وقت سال باران زیاد بود آسیل بود زیاد بود ولی سعی میکنی نه آسیل میشه نه هم اویه که ما بخوریم. نمینه دیگه. یعنی شما قدیم از قدیم تا حالا که هستین از قدیم روزی حالا نین روزی؟ چرا روزی نیم؟ حالا نین روزی؟ روزی هم حالا که روزی قدیم بیشتر روزی بودین یا حالی؟ این فرق نمیکنه با روزی ات کو هم تیار باشی روزی
پیش دلبر من پنبه و پندانه یک کستا از ما دلبر نیه دیگه. دلبر کجا رستی؟ دلبر برای پیش بیار ما. خداوند ببخشه. چند وقت میشه؟ تقریبا 3 سال میشه. 3 سال میشه. دیگه عروسی نکردین؟ چی میردم کاری که میکردم. خب یعنی اگر می بود چیزی در چنده داخل جیب عروسی میکردین؟ جواب؟ نه 100%. 100% با. نکنی شو. نه جدی میگیم. قبین. اینشتا قبینیو. خب. آدمی دیگه مالتا در سراخم تا پا پیاده میرم. سراش مال خیلی دوره؟ نه کم هست. پا میمچی دومایی. بچه هم داریم؟ 4 تا مال خدا هست. کجا هستن؟ نه همین تو بخوی بر مزدوری میکنم. شما چی کار میکنین کوکو؟ ما دیگه فقط هم خوردن و خوش شدن. یک کاری دست من زنم نداری؟ زنم نداری. یعنی اگر پول باشه زن میکنین واقعا؟ بله نشته میکنم. 100%؟ 100% زن میکنم. یعنی خوب مشتاقین که یک زن بگید نو؟ فقط مشتاق هم مقداری نیم کچر کم قواتم. کم قواتین؟ ما پشت نمیگم میگشتیم. بخیر عافیت باشین کوک. بیننده‌های عزیز طبق وعده که دادم در قریه نشین همین اکنون حضور داریم و عروسی هم اینجا برگزار شده. ببینیم چطور غذا میدن، فرهنگ عروسی اینجا چه قسمه، مردم چه حس و حال دارن. در کل عروسی را اگر شبه قسمت های مختلفی رو به تصویر میکشیم. همراه ما باشین. ما قرار همراه کاکا که صاحبی همین عروسی هسته همراه ما همکاری کنه، دیگه به نمایش بگذاریم، همراه مردم صحبت کنیم، ببینیم چه سوالی دارن. کاکا سلام. وقت شما بخیر. خوبین؟ صحت خوب ان شاء الله. بخیرین. قربان شما. صاحب عروسی دیگه شما نه درست؟ من صاحب دختر منم و پسر اونو. شما بیشتر ارزش دارین فعلا. کاکا ما شما میفهمید دیگه مقصد ها؟ شما میفهمید. خیلی ارزش دارم. اسم شما؟ اسمم ولی محمد. ولی محمد؟ بله. از این قریه نشین؟ بله از قریه نشین است. ولی گفت. ببخشید کاکا جان اسم شما چی بود؟ عبدالقیوم. خیلی خوب. عروسی دیگه برگزار کردیم و فکر کنم آخرای مراسم هم هست. بله آخرای نه. ما بریم که این دیکا تمام نشه. همراه ما باشین ببینید عزیز. بفرمایید کاکا جان. بشه. کاکا جان بفرمایید. چقدر طالع کردیم که به سر تایم رسیدیم و آشپزا در حال توزیع غذا و برداشتن غذایان و قراره که ما ببینیم اینجا در کل چی پخت میکنن برای عروسی، برای مردم چی فرقی داره. عروسی های دهات، عروسی های قریجات ولایت هرات با شهر با تالار ببینیم چی تفاوت های داره. و این قریه که هست قریه نشین مربوط به ولسوالی گذاره می باشه. درسته؟ کاکا جان بله. شما با هم چی نسبتی دارید؟ ما قوم هسته. چی رقم قومی؟ پسرم بگی. بله. خیلی خوب. آنی هم خلیفه آشپز ما. سلام. وقت بخیر. خوبین؟ سر شما خوب؟ اسم شریک؟ عبدالقدوس عظیمی. چند وقت میشه آشپزی میکنید؟ 20 سال میشه. کجا؟ به میده. بله. خوب سه مشهورین دیگه. تقریبا. همه شما رو میشناسن؟ بله آدم که سر. امروز برای میمونا چی جور کردین؟ دیگه برنج بوده، کباب بوده، سبزی، قرمه، همه ترکری بابیم. میز نگاه کردم من بخورم. بله هست همه چی هست. بله. توزیع کردین غذا رو؟ در حال توزیع. میشه دیگه آخر به تصویر بکشیم؟ بله. بخیر. همراه باشین ببینید است. این برنج شما نام هم داره یا نه؟ بله. این برنج چیه؟ برنج نازه. امی پخت از این چی وقت شروع کردین؟ پخت از اینها چند سال میشه آماده. نه منظور اینه که امی دی که از پخته کردن والا آماده برای توزیع چی وقت شروع؟ ساعت 8 بجه اینا شروع شده. 8 صبح؟ بله 13 بجه برنج بوده. تا ساعت 10:30 بدم شده که دیگه آخر بریم و اون هنوز کنده نشده. باید خیلی خسته باشی. دیگه خوبه نه مجلس خوشی آدم خسته نمیشه. شاگردم دارین؟ شاگردم هستم بله. همسایه با کمک همسایه. کمک همسایه. بله. اینا همه برنجه؟ بله. خب بر علاوه برنج دیگه چی داریم؟ بیاین امیت جلوتر. همراه باشین بیننده‌های عزیز. در قریه نشین عروسی ها چنین برگزار میشه. ماشاءالله باور کنیم به بهترین تالارا میرم همین تو یک غذای نیست. این چی هست؟ کباب و گوشت گوه. کباب گوشت گوه؟ بله. و گوسفند؟ گوسفند بله. و این پخت زیر چی وقت شروع کردین؟ دیگه از ساعت 3 بجه آتش در گرفته تا ساعت 8 بجه ختم شده.
کار گوشت و قرمه و سبزی از ساعت 3 شروع میشه بخیر تا به 8 تمام میشه. از 8 با برنج شروع میکنیم تا هر دم که تمام شه. به داخل از قریه وقتی عروسی میشه دیگه فکر کنم همه قریه شامله دیگه. بله همه اینا که میبینی همسایه ها قریه همه قوم و پسر عمو پسر خاله و اون رقم هم هست که کسی خبرم نکنی بازم بیه؟ نه او تو کسی نمیاد دیگه. اگر میمون باشه ناخبر بیاد مثل ما به خدمتیم. خیلی خوش اومدیم تشریف آوردید شما به قریه خو. دیگ بعدی باش کنارم به تصویر بکشیم. تنها گوشت و برنج نیست، قرمه هم میدن اینجا. بخیر باشین برادرها. خوب این ساعت خوب؟ قربان شما خوبین؟ سلام. بخیر باشین. چطور با کیفیت غذا بفرمایید؟ جا شما خیلی بفرمایید. ما میفرماییم پسانتر. باشه. نوشی جان. دیگه بعدی که است آشپز ما کجا شدن؟ خب این هم یک توضیح بدیم چی است؟ این قرمه که از گوشتگه و کچالو و نخود و پیاز اینا تشکیل میشه. بله. در پلوی از گوشت و برنج کباب که یعنی سبزیه. باش که سبزی را ما به تصویر بکشیم. خیلی خوب. این سبزی را هم دیگه شما جور کردین درسته؟ باش که من میره به تصویر بکشم. ببخشید. خیلی خوب. این را چی وقت شروع کردین به پختن؟ این دیگه دیروز پاک شده شسته شده، بعد از او جوش خورده مشین شده. از صبح ساعت 6 بجه تا دمی که پیشه تا ساعت 11 بجه باید جوش بخوره تا جایفته که. اگر امشب بازم عروسی باشه انرژی مونده که یک آشپزی دیگه انشالله. چی وقت عروسی بعدی؟ عروسی بعدی نمیام. روز دوشنبه بخیر. روز دوشنبه حتما میام. تمام عروسی هایی که در قریه نشین صورت میگیره آشپزی ها و همین خوراکی که اینجا داده میشه همینه درسته؟ بله. نه متفاوت؟ نه همینه، معمولا همینه. بعضی اینجا گوشت شتر هم میدن درسته؟ مرغ هم هست، گوشت شتر هم هست. نه جدی واقعا گوشت شتر هم بعضی وقتا هست، خیلی کم. بله به ندرت. ممنون بابت تمام توضیح. خیلی خوش آمده. نفر شما رو اکنون میبینه کدام پیامی اگر داشته باشه؟ دیگه ممکن بعضی آشپز باشن. پیام خاصی ندارم. سلام میکنم به همه برادرایی که ما رو میبینم. دیگه انشالله همیشه مجلس خوشی باشه، شادی باشه که ما به خدمت هستیم دیگه. خیلی خوش اومدیم. برادرها کسایی که غذا خورده دستاخو بالا کنین. هیچ کس نون نخورد؟ نه. خب یا محفلن. خب اینا هنوز نون نخوردن. در حال نون بردن برای بخش خانوما هستیم. خب خودشتش بعد میشینم. خیلی غذا اصلی را اینا هم خورن فکر کنم نه؟ اول صبح باز نگفته نمونه. اینا رو همه شوروا دادیم. خب شوروایی که از تقریبا 40 من گوشتگی بوده اینا را شوروا گرفتیم، برای اینا شوروا دادیم. چی وقت؟ ما خوردن ساعت 8 بجه 7 که انرژی داشت. بله که اینا باز دوباره نشینم تا مجلس. میالی بعضی اصلا میل به غذا خوردن هم نداشته باشن. بله اینا که با خسته باشم ما میشینم دوباره. برادر پیدا شده میگه میلی نیست. دور به تصویر میکشیم اگر نان خورد باز دور جریمه میکنه. واقعا نیست؟ جان نیست؟ نه جدی؟ واقعا؟ همین من خودم شخصا انرژی خوردم برا هیچ میلی نیست. اینا رو دیدم میلی هست. مادم صادقیم. همراه ما باشین از توضیح غذا اگر شبه یک چند تا سکانس داشته باشیم و با مردم هم صحبتی داشته باشین. ممنون. باش که ببینم که مردم در ارتباط با عروسی ها اینجا چی گفتن دارن. کاکا سلام. علیکم سلام. وقت شما بخیر. شما خوبین ان شاء الله؟ الحمدلله. قربان شما. اسم شما؟ شکر الحمدلله خدا رو شکر. هستیم بله ها. بخیر. اسم شما؟ سید عبدالغنی. از کجا هستین؟ القریه خشپاشون. خشپاشون. اینجا چیکار میکنید؟ دیگه محفل می خوازاده بود اومدیم. از قوما بود، از خشا بود. از خشا بله.
چی رقم فرقی بین عروسی های قریه های هرات تا شهر میبینین؟ تقریبا فرق داره که باز عروسی شهر که در تالارا مصرف‌های بسیار بیجا و گزاف میکنه، باز اینجا که هست همین خوب متوسط خودمنی، همین تو بی قوا بی خار مصرف هم نداره. مصرف بله ها. چی وقت آمدین؟ دیگه تقریبا 9 بجه بود آمدیم. نان خوردین؟ الحمدلله خدا. مزه‌دار بود. خدا را شکر. از این برنج و سوزی و قورمه و گوشت و کدام یکی از همه بیشتر مزه‌دار؟ همه مزه‌دار. بیشتر. جای شما خیلی. بیشتر. همه مزه‌دار. ها مزه‌دار. بله ها بله. اگه میاد یه قوری بگیریم خودمون میخوریم. چرا میخوریم؟ جوابه؟ بله ها. چند ساله این کوکو؟ 64 ساله. 64 سال. خیلی خوب. نه واقعا اگر ما قوری بگیرم هنوز هم اشتیاه هست. 2 قوری که بیاریم هستم. برادر گوش نمونده طرفت وزی نان بدیم دیگه حتما. نه شما را هزاران نفرم اکنون میبینه کدام پیامی ندارین برشون؟ دیگه پیامی که دیگه دوستیار خوشحال باشن، چون دوستا چون برادرها محفل خوب خوش داشته باشن، به همه به جوانا به نوجوانا همه تیار خوشحال باشن. بعد از پلان دارین کجا برین؟ دیگه هستی میشه اینجا. امشب هم هست. علیو پلان خلاص نشه ولی بریم. نه هست باشه شاید باشه. خیلی خوب. کوکو سلام خوبین؟ سلام علیکم. چی حال دارین؟ بخیرین؟ خوب امتیاره خیریت. تو کوکو تو یک رقم افسرده معلوم میشین. خیریت مریض خونین؟ مریضم کماش. کار شده شما؟ مریضم دیگه مریض. خاله فقط مریضی؟ نه مست کرده بودم حال بیترم. خداوند شفای عاجل نصیب شما کنه. اسم شما چیه کوکو جان؟ علی خان. از این قریه نشینین؟ بله. چند سال میشه به داخل این قریه نشین زندگی میکنید؟ 65 سال. چند ساله هستی؟ 65 سال. به جز از قریه نشین برای زندگی کردن به کدام جای دیگه هم رفتین؟ نه به این چیز زندگی کردم. کدام سفری در دوران نوجوانی جوانی داشتین؟ به هیچ جا نه. 65 سال میشه اینجا؟ نه 3 سال به ایران رفتم. به ایران رفته بود؟ بله. چند ساله بودین که به ایران بودین؟ دیگه یا شما نیه؟ نه دیگه از حتما خیلی وقتا پیش بوده درسته؟ یک 7 سال میشه که اینجا چه کار میکنین؟ هیچ کار. هیچ کار نمیکنین؟ بله. خیلی خوب. شما چه نسبتی با عروس داماد دارین؟ برارزاده منه. برارزاده هم؟ شما چه کاره بود؟ قرزاده. خب از خاطر تو پیش نمیشه. بچم چه کاره دیگه؟ حتما یک کاره هستن ها. سلام کوکو خوبی؟ سلام علیکم. سعادت خوب ان شاء الله. قربان شما سلامت. شما چه نسبتی دارین با عروس داماد؟ با هم دیگه خش قوم فامیلیم دیگه. بله. شما از همین نشینین؟ نه از خشباشونی. شما از خشباشونین؟ ارباب خونین؟ نه. دنگیا شما مثل ارباب هوریه. خوب دیگه. حال شرایط هم تو پیش آمده دیگه. خب نان خوردین؟ بله. کوکو خب میگه گوش نموندم شما چطور؟ آره ما نموندیم گوش نه. هیچی دیگه نداریم. نه. دیگه پشت ببینم پشت سرمون چی گفتن کی بوده؟ السلام علیکم مجلس بزرگوار خوبین؟ سر شما خوب ان شاء الله بخیرین؟ من چیم نمیفهمم. می قسم لنگیار که میبینم منظم به سرشو گذاشته احساس میکنم اربابن. اربابه؟ خدا نکنه. چرا؟ بلا بدور. اسم شما کوکو جان؟ سید ابراهیم صادق. کجا هستین؟ از اولسولی انجیل قریه خشباشان. ما شما همسایه‌ایم پس. قربان شما سلامت. اینجا چیکار میکنید؟ اینجا می برادر ما عروسی دشمار دعوت کردیم. چه نسبتی دارین؟ فامیلی هم دیگه. فامیلی؟ بله. نان خوردین؟ بله حتما نان خوردیم نماز خوندیم خدا قبول کنه. به کجا بخیر میرین؟ بخیر مثلا ما عیالای که بیریشم بریم رو طرف خونه. فامیلی اومدین؟ نه که قسم میدم میگم شو نریم دیگه مجبوریم میگم در شرایط خراب هر که به خونه خبر شو. بله. یا قسم دیگه اگه بدم میستین یا نه؟ دیگه سعی کنیم تعدیل نگه. کجا میرین؟ همینجا باشین. سعی کنیم که چی بمونده. بله. والا اگر دیدم که خیلی زیاده ما مامور همکارا خیم شو اینجا در خدمتی. بخیر باشین با عزت باشه. ببینید عزیز همراه باشین میریم داخل ببینیم خانه های اینجا چه قسمه با ما باشین. قسمتی از برنامه من همچنان میخوام هم خانه های قریه نشین نشان بدم که چه قسم اینجا خانه ها ساخته میشه و در کل ببینم مردم اینجا هسته یا نه، چون ناوقت هم شده فکر کنم غذا خورده شده و همه رفتن دیگه. و طبق شما به تصویر میبینین خانه های قریه نشین به نمی سیستم جوره بسیار ساده پیاده ولی واقعا آرامش در اینجا هست. خانه‌های بسیار منظم مقبولی خیلی فرش کرده توشکای وطنی دیگه
ساده ولی واقعا زیبایه خیلی. و در کل در خیریه حجات که هسته چند طبق و اینا نیست، یعنی تو با یک حالتی کاملا بهترینیه. کاکا خانه از خوش شما نه؟ بله خوش شما؟ بله خونه از برار من همی که دم در ششته بود. بله خونه ما باز به بغل دست. چی رقم نرخ و نوای خانه اینجا قیمته؟ بله قیمت مثلا یک خانه 4 اتاقی که دهلیزی هم داشته باشه، آشپزخانه هم داشته باشه، جای برای یک موتر هم باشه، چند اینجا هست؟ خونه تقریبا در اینجا همین خونه 4 لک قیمتی هست. 4 لک. بله. این به خشت خام جور شده. بله خشت خام از قدیمه دیگه درسته؟ نه 20 سال میشه. 20 سال. بله 20 سال میشه. گنبزیه دیگه درسته؟ بله. خیلی خوب. بله اینجا زمینا دونگی چندیه؟ اینجا زمینا به صحرا از جوب زیر که هست محبتا دونگی 1 لک. دونگی 1 لک. بله. مثلا به همینجا که هسته که به سرک هم نزدیک باشه. اینجا که به سرک هم نزدیک باشه، امی کنار سرک هم امیت هست. برق و آب و این چیزا همه مشکل چیز هست. نه همه چیز هست. بله خیلی خوب تکمیل است. بله در داخل از قریه کدام کلینیکی بخشم داره؟ بله کلینیک داره. مشکل اینجا کلینیک داره، مطب داره، دوتا. بله همزکویر همونا سردی. مردم اینجا کوکو بیشتر مصروف چی کاره؟ بیشتر دیغونی دارم، کارگرم بیشتر، دیغونی بیشتر دارم. گندم؟ کارگرم. برنج، گندم، شلی، بنجورمی، کدو، پیاز، همه چیز هسته. همه خیلی خوشحال به نظر میرسیم. هم خود مدشتم. خیلی خوشحال به نظر میرسیم. دلیلیو اینه که مار دیدین یا نه؟ دلیلی اینه که بچه را عروس آوردین به بچه. بچه را هم داماد کردیم. خیلی خوشحالم. 1 بچه داشتم. 1 دونه بچه دارین؟ کجا هستش داماد ما؟ بفهم بیرون نمیفهم. دیگه یکم شما دیدم خوشحال شدم که اینجا آمدیم. تا حالا معرفی نشده بودیم. خوشحال شدم. بسیار زیاد دوست دارم که در بین مردم با مردم باشم. و همیشه در برنامه خو حتما 1 نفر رو به بغل خو میگیرم. نوبت شما. برین دو عزیز بخیر باشین. وقت غذا خوردن دیگه من باید غذا بخورم. بای بای. همینجی بشینیم که غذا به شما برام بیارم. ببینید بشین. خیلی خوب میشه که در ادامه برنامه چون عروسی هم بود، دیکار رو به نمایش گذاشتیم، تمام چیزا رو به نمایش گذاشتیم، ما بریم شادوماد پیدا کنیم. مقصد همین میگن شادوماد. ببینید؟ بله واقعا شادومادی هم هست دیگه ماشاءالله. شادومادای قریه نشین این چیزایی. سلام. علیکم السلام. وقت شما بخیر. بخیر انتیار. عزیزم چی حسی داری که عروسی کردی؟ حس بسیار خوبه. خیلی؟ خیلی. یعنی خوشحالی دیگه فکر کنم جا نمیشی نه؟ بله بله. به درخت جا نمیشی؟ بله. قبل از اینکه می عروسی تو شوه امروز. بله. آخرین عروسی که شرکت کردی چه وقت بوده؟ عروسی که شرکت کردم؟ آخرین عروسی روز سه‌شنبه بود. سه‌شنبه بود. همون جگاه رفتی گفتی والا اگر تیر شوم نه گفتی بعد من عروسی کنم. بله. خیلی خوشحالی تمام دوستا، رفیقا، قوم خوشا همه به عروسی تو شرکت کردن. بله. خانم شما قوم شما درسته؟ بله. مثل عشق عاشقیه؟ بله. خیلی خوش باش دیگه. راست آقا واقعا مثل عشق عاشقیه؟ بله. خیلی خوب خیلی خوب. خیلی بسیار زیاد تبریک باشه. خداوند شما رو به پای هم جوان نگاه کنه و سن زیادی به شما بده. درسته؟ بخیر باشین. خوشحال شدیم از اینکه عروسی شما صورت گرفته. کدام پیامی اگر برای بیننده داشته باشی هزاران نفر هم اکنون تو رو میبینن؟ پیام خاص کنه؟ هیچ پیامی نداری؟ پیام. یک سلامی علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. نظیر احمد صدیقی هستم، باشنده لطفعلی گذره قریه نیشی. بیننده عزیز احساس میکنیم که داماد ما چون دیگه شادوماده بسیار سری بیروباره، حتما دیگه استرس پیدا شده، بسیار فشار سری. حتما دیگه روز اگه میبودم خب صحیح جرأت داشت گپ بزنه. حالا دیگه در مونده که میمونه چه کار کنم، دوست چه کار کنم، اینا از کجا شدن، هزار گپا گفته. همونطوره نیه؟ بله. دیگه بار که بیایم فکر کنم چی تو میفهمم نیه؟ چی تو میفهمم نه؟ همین لالا چی کاره به شما استاده؟ چی کلای مقبولی داره نیه؟ سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستا و همکاران شما. من نصیر احمد صدیقی ام، ولسوالی گذره قریه نشین محل مولا رحمت الله. خیلی خوب. قربان شما. ما بسیار زیاد خوشحال شدیم. نه بی کم جورتی نه بی هم بی جورتی. شما چی کار میکنین اینجا؟
ما فعلا سکونت به شهر داریم. عرسی به چکاکام بود. امروز تقریبا 4 روز 5 روز میشه که بیامدیم. خودی از اینا همکاری داریم به می مراسم و عنانات دیو بالاخره تمام دیگه که انشالله عرسی اینا به خوشی و به خوبی برگزار شد. چی نظر دارین چون شما از شهر آمدین اینجا؟ فرق عروسی های دهات تا شهر فرق میکنه؟ هر شهر عنانات خود داره. تقریبا بعضی نکته های و بعضی چیزهای فرق میخونه. دیات هم یک رسم رسومات داره که باز به شهر نیه. شهر خودشون تالار به دیا که هست به خونه مراسم عروسی برگزار میشه دیگه. ما همیت فضای باز جای بزرگ دوستان همه در کنار ما و شما هستم. شما عروسی کردین؟ من تقریبا 18 سال 19 سال عروسی کردم. اگر قرار بزه باشه که عروسی دوم بکنی به سیستم تالار و شهر میکنی یا به سیستم قریه؟ انشالله که یک عروسی کردیم دیگه برگزار نشه. عروسی آرزو ندارم چون خود من شخصا دوست نداری عروسی دوم بکنی. شرایط اگر باز یک وقت زمینه تغییر کنه، شرایط تغییر کنه، خب باز دوست داریم میده عروسی کنیم. میده عروسی میکنه؟ بله. موفق و مایت باشین. هزاران نفر شما رو میبینه، کدام پیامی نداریم. خوشحال شدیم. خیر ببینیم. تشکر از شما که تشریف آوردیم بزی دیم و بزی غریم و قربونه قدم شما. خیلی خوش آمدیم. دیگه پیام همینه که جوانای افغانستان خوب و خوش باشم، خوشحال باشم، صحت و سالم باشم. انمی سلامتی یک جوان دنبال یک گپ اضافه یک کار ناشایسته نرم. انمی به چگاکام که هست نظیر احمد جان اینا 18 سال سن از اینا از ابتدا تا به امروز از نوزاددرین تا به عروسینا سم میشه ماشاءالله. دیگه تشکر میکنم از همه شما دوستان. بخیر باشین. یک سوالی به زن من خلق شده شاید بیننده نخواه، راز اینقدر کوکولای زیبا و مقبول چیه؟ یعنی از کدام شامپو استفاده میکنی؟ من حقیقت به شما بگم تقریبا من از سال 1383 که به ایران رفتم تا به امروز یک مدل شامپو استفاده میکنم. بازی مسئله شامپو مسئله تو مسائل نیه، ژنتیک آدما خیلی مهمه. بعضی آدما ژن اینا یک رقمی هست که موهای اینا سالم میمونه. بعضی آدما میبینی به سن 25 میبینی موهای اینا میره. مو خروسی دیگه نه. خدا رو شکر. من شخصا حقیقت به شما میگم، این واقعیت بدون قید و شرط. من از روزی که مو نگاه داشتم و به مو کاکل فهمیدم از 15 سالگی 16 سالگی تا به امروز هیچ وقت زمان به این فکر نشدم که این موها میشتنه میره میمونه بقصه نشد. نه موها من خواهم همیشه وقت میترس خیلی به موها خب بقصه میشن اونا باز میره نه موها اینو میره بقصه موها خب نشیم بیتره یک خیلی فکر کنن که موها من 5 تا بره 10 تا بره پیش بینک من کل شد تاثیر مکل شد انا هم میره دیگه. امیدوارم تا روزی که هستی با همین موهای مقبول خوب باشی. زنده باشیم. تشکر از شما. خوش باشیم. زنده باشیم. همراهان نازنین در قسمت پایانی برنامه رسیدیم و این بود عنعنات، فرهنگ و مردم قریه زیبای نشین. در کل قریه نشین هم بزرگه و قسمت های بسیار زیادی داره. کوشش کردیم در این برنامه قسمت های مهمی رو به تصویر بکشیم طبق که شما دیدین. اگر میخواین که موقعیت های خاصی بر اساس خواسته های شما در نقطه شهر هرات در کامنت بنویسین، به شما برنامه میسازم با مردم با فرهنگ و عنعناتی. تا برنامه بعد و دیدار بعد بدرود.